حیات و فعالیت گیلبرت نیوتون لیویس، خیمیک و فیزیک خیمیکی امریکایی، یکی از بزرگترین عالمان کیمیایی عصر 20. گیلبرت نیوتون لیویس 23 اکتبر سال 1875 در شهر ویموتی ایالات ماساچوست ایمئا تولد شد. او تحصیلات خود را در دانشگاه هاروارد آغاز کرد و بعداً تحقیقاتش را در اروپا زیر راهبری ویلتر نرنز و ویلگلم آستوالد ادامه داد. گیلبرت لیویس اساساً در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی فعالیت داشت و یکی از مؤسسان مکتب کیمیای معاصر در ایمئا به شمار می رود. بعضی از مهمترین سهم‌های او نظریه پیوند کوالنتی به حساب می رود. لیویس اولین شده تصویر کرد که اتم ها می توانند الکترونشان را برای تشکیل پیوندهای شیمیایی مشترک استفاده برند. از اینجا دیاگرام های نقطه لیویس پیدا شدند. نظریه کسلات و اساس باشد اصطلاحات کسلات و اساس را توسعه داد. کسلات قبول کننده جفت الکترون اساس داده جفت الکترون، یعنی کسلات الکترون را قبول می نماید، اساس باشد الکترون را می دهد. او در رشد نظریه معاصر انرژی و پتانسیل شیمیایی سهم گذاشت. تهیه کنسپسیای فوتون به طور مستقل از اینشتین و پیشنهاد نظریه های کوانتی روشنایی و اسپکتروسکوپیا. لیویس نامزد چند کرته جایزه نوبل بود اما آن را نگرفت. با وجود این آثار علمی او بیش از 200 مقاله و کتاب ها بر رشد بسیار ساحه های کیمیا تأثیر عمیق گذاشت. وی سال 1946 در لابراتوریش درگذشت، هرچند مرگش رسما تأسف انگیز دانسته شد. بعضی فرضیه ها درباره احتمال خودکشی نیز وجود دارد. پس از برگشتن از اروپا، لیویس در چند دانشگاه امریکایی فعالیت کرد، اما قدم کلیدی کسبیش سال 1912 بود، وقتی که به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی دعوت شد. در آنجا او مدیر کاتدرای کیمیا تعیین گردیده تمام فعالیت علمی باقی مانده خود را به راه ماند. برکلی مرکز علمی تأسیس گذار زیر راهبری لیویس، فاکولته کیمیا در برکلی به یکی از قدرتمندترین مرکزهای تحقیقاتی کیمیا در ایمئا تبدیل یافت. او صدها دانشجو و تحقیقاتچی جوان را راهنمایی کرد که بعضی از آنها بعداً خود عالمان مشهور گردیدند. تقویت نظریه ساختار الکترونی و به طور وسیع استفاده بردن دیاگرام نقطه لیویس که امروز در آموزش کیمیا وسیع استفاده می شود. پایگری نظریه کسلات و اساس لیویس که مقابل نظریه ارنیوس و برنستید بود و در محیط غیر آبی نیز عمل می کند. تحقیقات چقور در ترمودینامیکا از جمله توضیح دقیق انرژی آزاد و پتانسیل شیمیایی، آموزش ایزوتوپ‌های لیتی
و دیگر الیمنت ها که در فهمش مکانیزم های نوکلیاری و انرژی سهم گذاشت. لیویس شخصیتی سختگیر و کم گوشه‌نشین است. وی با بعضی عالمان زمانش از جمله ایرویگ لنگمیور مناسبتی مشکل داشت، هرچند لنگمیور برای ایده هایی که لیویس اول پیش بینی کرده بود مثل پیوندهای کوالنتی نوبل گرفت. لیویس خود هیچگاه جایزه نوبل را نگرفت، هرچند بیشتر از 40 مرتبه نامزد شده بود. سال 1946 پس از صحبت سخت با لنگمیور و کمی پس از تجربه با کسلات هیدروفتاری او را در لابراتوری به حالت بیهوش یافتند. رسما مرگش به انفراکت یا گاز زهرآلود نسبت داده می شود، اما فرضیه ها درباره خودکشی نیز هستند. گیلبرت نیوتون لیویس یکی از تأسیسگزاران کیمیادانهای تمام تاریخ باقی میماند. امروز هم تحصیل در کیمیا را به دیاگرام های لیویس و کانسپنسیای او تصور کردن دشوار است.